عاقبت پهلوان دمرل که میخواست عزرائیل را بکشد. در زمانهای بسیار دور در کناره‌های دریای خضر پهلوانی زندگی می‌کرد به نام دمرل. دمرل بسیار قوی و پرزور بود. به همین دلیل مردم به او خیلی احترام می‌گذاشتند و کمی هم از او می‌ترسیدند و پهلوان دمرل صدایش می‌کردند. او بر روی رودخانه‌ای که حالا دیگر خشک شده بود پلی بسته و نام خود را بر روی پل گذاشته بود. هر روز در کنار پل دمرل می ایستاد و از مردمی که از روی پل رد می شدند 3 سکه نقره می گرفت و اگر بر حسب اتفاق کسی راهش را کج می کرد و از پل دمرل نمی گذشت او را گرفته کتک مفصلی می زد و 4 سکه نقره هم می گرفت. روزی از روزها وقتی که دمرل به کنار پل می رفت از دور جمعیتی را دید که کنار پل او نشسته و گریه سر داده و ناله می کنند. با احتیاط اما ناراحت به نزد آن جمعیت رفت و با صدای بلند گفت: آهای شما چرا اینجا جمع شده اید؟ برای چی این همه ناله می کنید؟ مگر اتفاقی افتاده؟ یکی از میان آن جمع پاسخ داد: ای خان، این پسر جوان را که می بینی مرده است، برای همین گریه می کنیم. دمرل پرسید: چه کسی او را کشته است؟ زنی به آرامی جواب داد: او به فرمان خدا جان به جان آفرین داده. یکی از فرشتگان خدا که بالهای سرخ بزرگی دارد به امر خدا جان این جوان را گرفته است. دمرل عصبانی شد و پرسید: نام این فرشته چیست؟ چطور به خودش اجازه می دهد جوان مردم را بکشد؟ گفتند نامش عزرائیل است. دمرل رو به آسمان کرد و از خدا خواست تا عزرائیل را به او نشان دهد تا او عزرائیل را کشته و برای همیشه مردم را از شر او رها کند و جان آن پسر جوان را هم به خودش ببخشد و خانواده اش را از ناراحتی برهاند. او بعد از این راز و نیاز به خانه اش برگشت. خداوند از این که دمرل حاضر شده بود به خاطر انسانهای دیگر جان خود را به خطر بیندازد از او خوشش آمد و فرمود: اما این بنده نمی‌داند که من خدای یگانه هستم و همه چیز به دستور من انجام می‌گیرد. به خاطر همین به جای شکر به درگاه من این چنین از زور بازوی خود حرف می‌زند. خداوند به عزرائیل دستور داد تا به سوی دمرل رفته جان او را بگیرد. روزی دمرل بعد از خوردن ناهار هنگامی که به استراحت مشغول بود مردی را دید که بدون اجازه وارد اتاق شده است. خیلی تعجب کرد چون نگهبان خانه‌اش حرفی درباره این مهمان ناشناس به او نگفته بود. ناگهان چشم‌های دمرل تار شد. سرش گیج رفت و پاها و دست‌هایش بی‌حس شدند. دمرل همه جا را تیره و تار دید. آهسته گفت: آهای، تو کیستی که با چنین ریش سفید و چشمانی که قادر به دیدن نیست چنین هیبتی داری و این همه ترسناکی؟ مگر نگهبان تو را ندید؟ چرا کسی متوجه آمدن تو نشده است؟ عزرائیل از این حرف مرد ناراحت شد و گفت: ای مرد نادان، من با همین چشمهای پیرم بینای زیبای چشمهای تو را گرفتم و با همین ریش سفیدم جان جوانان بسیاری چون تو را گرفتم. آیا هنوز هم مرا نشناختی؟ من عزرائیل هستم، همان کسی که تو میخواستی مرا بکشی. من اینک در کنار تو ایستاده و آمادم تا جان تو را هم بگیرم. دوست داری خود تسلیم شوی یا میخواهی بجنگی؟ دمرل با شنیدن این حرفایی که خورد و پرسید: پس عزرائیل سرخبال تو هستی؟ عزرائیل گفت: بله، من عزرائیل هستم. دمرل پرسید: تو جان جوان بیچاره را گرفتی و خانواده اش را اندوهگین کردی؟ عزرائیل گفت: بله، من این کار را کردم. دمرل با صدای بلند فریاد زد و به نگهبانان دستور داد تا همه درها را ببندند. رو به عزرائیل کرد و گفت: من در آسمان ها دنبالت می گشتم، در زمین پیدایت کردم. در حالی که شمشیرش را از غلاف می کشید گفت: الان تو را می کشم و جان آن جوان را نجات می دهم. عزرائیل با شنیدن این جمله ناگهان به صورت پرنده‌ای درآمد و از پنجره بیرون پرید. دمرل دستهایش را به هم زد، قاه قاه خندید و گفت: عزرائیل چنان ترسید که به جای در از پنجره در رفت، اما من مثل شاهین او را پیدا کرده و خواهم کشت. و سوار بر اسب به دنبال پرنده رفت. در راه هر پرنده‌ای را که می‌دید می‌کشت.
تصمیم گرفت به خانه برگردد، اما به محض رسیدن به خانه اسرائیل به چشم اسب دومرول ظاهر شد. اسبش شیهه کشید و به هوا برخاست و دومرول را به زمین زد. سر دومرول به زمین خورد و شکست. اسرائیل به سرعت بر روی سینه او نشست. نفس دومرول به شماره افتاد. او که به سختی نفس میکشید گفت: ای فرشته خدا، کمی دست نگه دار. به خدای یگانه قسم که من چنین تصوری از تو نداشتم. من هیچ وقت فکر نمی کردم تو به یک باره جان مردم را می گیری. و شروع به التماس کرد و از او خواست تا جان او را نستاند. اسرائیل که التماس او را دید گفت: ای بیچاره، چرا به من التماس می کنی؟ من فقط امر خدا را اطاعت می کنم. هر چی می خواهی از او بخواه. من که کاری نیستم. دومرول پرسید: پس این خداست که به همه چیز جان می دهد و هر وقت خواست جان او را می گیرد؟ اسرائیل گفت: بله، به امر خدای توانا همه این چیزها اتفاق می افتد. دومرول با خود فکر کرد: این فرشته راست می گوید. اگر این خداست که جان می دهد و جان می ستاند، چرا من از خدا نخواهم که مرا ببخشد و به اسرائیل دستور دهد از گرفتن جان من منصرف شود؟ و رو به خدا کرد و گفت: ای خدای مهربان، ای خدایی که همیشه هستی و همواره خواهی بود، بعضی ها تو را در آسمان می جویند و برخی در زمین به دنبالت می گردند. من اما تو را در همه جا و در دل انسانهای خوب و با ایمان می بینم. ای خدای عزیز و توانا، اگر می خواهی جان مرا بگیری بگیر، اما خودت بگیر و مگذار اسرائیل جان مرا بگیرد. خدا از این که دومرول متوجه اشتباه خود شده و دیگر خود را قوی‌ترین انسان در دنیا نمیدید خوشحال شد و به اسرائیل فرمود: ای فرشته، این بنده من متوجه اشتباه خود شده و به یگانگی من اعتراف کرد. جان او را نگیر، اما از او بخواه به جای خود کسی دیگری را به تو معرفی کند تا جانش را بستانی. دومرول با شنیدن این فرمان خوشحال شد، اما با خود فکر کرد: چه کسی ممکن است قبول کند جان خود را به جای دیگری بدهد؟ با خود گفت: پدرم خیلی مهربان است و همچنین پیر است و عمر خود را کرده است، شاید او قبول کند. با این فکر به سراغ پدرش رفت. او همه آنچه که بین او و اسرائیل گذشته بود برای پدرش تعریف کرد و گفت که حالا آمده است به اطلاع پدر برساند که اسرائیل منتظر است. آیا قبول می کند که جانش را به تنها پسر جوانش ببخشد یا دوست دارد تا آخر عمر خیش در سوگ فرزندش گریه کند؟ پدر دومرول ابتدا سکوت کرد، بعد رو به دومرول کرد و به اشاره به زحمت فراوانی که در تمام این سالها برای او کشیده است گفت: فرزندم، به سراغ اسرائیل برو و به او بگو که پدرم سلامت میرساند و ارث و میراث خیلی زیادی که برای من گذاشته به تو خواهد داد. آیا بهتر نیست به جای جان این همه ثروت را از ما قبول کنی؟ دومرول جواب داد: نه پدر جان، او فقط در مقابل جان من باید جانی را بگیرد. آیا شما حاضر نیستید جان مرا نجات دهید تا همیشه غمگین نباشید؟ پدرش که بسیار ترسیده بود گفت: پسرم، حاضرم همه هستیم را به تو ببخشم، اما متاسفانه نمیتوانم جانم را به تو ببخشم. چطور است به سراغ مادرت بروی که تو را خیلی بیشتر از من دوست دارد؟ دومرول از پدر ناامید شد و به طرف مادرش به راه افتاد. هرچند پدرش او را ناامید کرده بود، اما دومرول فکر نمی کرد مادرش با او مخالفت کند. فکر کرد مادرش هرگز او را ناامید نخواهد کرد. مادرش مثل همیشه با چهره شاد و لب خندان از او استقبال کرد. دومرول به آرامی برای مادرش توضیح داد که چگونه جوانی را دیده که مرده بود و چگونه به زور بازوی خود افتخار کرده و نسبت کفر به خدا داده و خدا از این گستاخی او ناراحت شده و به فرشته خود دستور داده جان او را بگیرد. اما چون او متوجه اشتباه خود شده، خداوند توبه او را پذیرفته و به اسرائیل دستور داده جان فرد دیگری را به جای او بگیرد. او همچنین گفت که پدرش با این درخواست او موافقت نکرده و حاضر به بخشش جان خود به فرزندش نشده است و از مادر خواست در حق او مادری کرده و این خواسته او را برآورده کند، وگرنه ممکن است تا آخر عمرش دیگر دومرول جوانش را نبیند و خود را با نشستن بر سر خاک تنها پسرش و شیوع و ناله کردن سرگرم کند. دومرول اصلا فکر نمی کرد مادرش به مرگ تنها فرزند خود رضایت دهد، اما فکرش اشتباه بود.
چون مادرش هم درست مثل پدر با یادآوری از زحمت‌هایی که در 9 ماه بارداری تحمل کرده و شب‌هایی که تا صبح بیدار مانده و از او نگهداری کرده و به او شیر داده و بزرگش کرده و نیز با گفتن این جمله که پسرم جان خیلی شیرین‌تر از آن است که انسان حتی بخواهد به تنها فرزندش ببخشد، او را ناامید کرد. دمرل دلش شکست، مرگ را بسیار نزدیک دید. رو به اسرائیل کرد و گفت پدر و مادرم که پیر بودند و من تنها فرزند آنها ترجیح دادند که تمام عمر را بر سر خاک من بنشینند و گریه کنند اما مرا نجات ندهند. من تسلیم تو هستم، اما فرصتی میخواهم تا کسانی که منتظر دیدن من هستند ببینم و بعد جان به جان آفرین دهم. اسرائیل پرسید چه کسی منتظر تو است؟ دمرل گفت زنم و 2 فرزندم. اسرائیل اجازه داد دمرل با خانواده‌اش خداحافظی کند. دمرل به سمت خانه خود حرکت کرد. با دیدن زنش همه آنچه که اتفاق افتاده بود را برای او تعریف کرد و گفت که حالا آمده است تا با او و فرزندانش خداحافظی کند. دمرل همه ثروت خود را به زنش بخشید و از او خواست که با هر کی دوست دارد ازدواج کند، اما فرزندان او را تنها نگذارد. زن دمرل از شنیدن اتفاق بدی که برای او افتاده بود بسیار ناراحت شد و از اینکه پدر و مادر پیر دمرل کمکی به نجات جان فرزند خود نکرده بودند کینه به دل نگرفت و گفت البته که پدر و مادرت برای تو خیلی زحمت کشیدند و حالا درست نیست جانشان را در پیری به خاطر تو از دست بدهند. زن دمرل بسیار او را دوست داشت. او هرگز دلش نمیخواست لحظه‌ای بدون همسرش زندگی کند. به این دلیل هم رو به او کرد و گفت تو عزیزترین کسی من در زندگیم هستی. ثروت و دارایی بدون تو برای من اهمیتی ندارد. زندگی برای من بدون تو غیر ممکن است. من نمیتوانم بدون تو زندگی کنم و حاضرم به جای تو اسرائیل جان مرا بگیرد. برو و به او بگو که دست از جان تو بردارد. خداوند ناظر بر این بخشش زیبا بود. زن دمرل چه زیبا و سرفراز در امتحانی که خدا از او گرفته بود قبول شده بود. خداوند به اسرائیل فرمود به خاطر عشق پاک این بنده‌ام دمرل و زنش را بخشیدم و به آنها 140 سال عمر دوباره دادم تا در کنار هم زندگی خوشی داشته باشند و فرزندان صالحی تربیت کنند. اسرائیل به سمت دمرل رفت تا دستور رحمت خدا را به او اطلاع دهد. دمرل از اسرائیل خواست تا لحظه ای او را با خدا تنها بگذارد. دمرل در فکر عمیقی فرو رفته بود. او نمیتوانست خواسته زنش را بپذیرد و از اسرائیل بخواهد جان زنش را بگیرد. چگونه میتوانست شاهد مردن کسی باشد که آن همه دمرل را دوست داشت و میخواست جان خود را هم فدای او بکند؟ با خود گفت اگر جان این همه شیرین است چرا پدر و مادرش که او را به دنیا آورده بودند و پوست و گوشتش از آنها بود راضی به این کار نشدند؟ این چه چیزی است؟ این چه چیزی است که انسان را وادار به بخشیدن جان خود به دیگری می کند؟ تازه می فهمید چقدر زنش را دوست دارد. تصمیم گرفت از کسی که همه جانها در دست اوست کمک بخواهد. سرش را به سمت آسمان گرفت. تمام نیروی خود را برای خواستن آنچه که در دل داشت جمع کرد. دیگر صدایی نمی شنید. نه فرشته‌ای بود و نه زن و فرزندی که مانع گفتگوی او و خدا شوند. اشکی برایش نمانده بود. شرمنده رفتار خود بود و خجلت زده گذشته و محبت زنش. از اینکه از پدر و مادر پیر و زحمتکش خود خواسته بود به جای او بمیرند دچار عذاب روحی شدیدی شده بود. ساعتهای زیادی سپری شد. زن دمرل از این مناجات طولانی خسته شده بود. به طرف همسرش رفت. به آرامی دست خود را بر روی شانه او گذاشت. دمرل با صورت به زمین خورد و زنش فریاد زد. دمرل جانش را به خدا تقدیم کرده بود. او عاشق شده بود. زن دمرل به همراه 2 فرزندش در کنار او نشسته و گریه می کردند. پیرمردی آرام آرام به آنها نزدیک می شد. شب شده بود. او صدای پایی می شنید اما نمی دانست چه کسی برای همراهی و همدردی با آنها به آنجا رفته است. زخمه برساز کشیده شد. سکوت شب شکست. این ده قرقر بود که با ساز خود چنین می گفت: این داستان را به نام دمرل سرودم. آفرین به درک و فهم او و آفرین بر زنی که عشق را به دمرل آموخت و درود بر او و بر خدای او، بر خدایی که خود خونبهای دمرل بود. دوستانی عزیز، نظریات خود را در مورد این داستان زیبا برای ما بفرستید و ما را در دعاهای نماز شب خود فراموش نکنید. خدا نگهدار.